آیا در قانون جدید مهریه زندان وجود دارد؟ اگر مهریه کمتر از 110 سکه باشد و مرد مهریه را پرداخت نکند، ممکن است که مرد به زندان برود. اما اگر مهریه بیشتر از 110 سکه باشد، حبس یا زندان برای مرد وجود ندارد. چند نوع مهریه داریم؟ 3 نوع. 3 نوع که مهمترینش هست: مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه. راه‌های دریافت مهریه. 2 راه رایج وجود داره: مراجعه به دفتر اسناد و املاک کشور و مراجعه به دادگاه محل. حداکثر مهریه در قانون جدید مهریه چقدره؟ اگر حتی 1000 سکه در مهریه انتخاب بشه، حداکثر مهریه قابل پرداخت 110 سکه هست، مگر اینکه مرد توانایی مالی پرداخت بیشتر از 110 سکه را داشته باشد که بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه یا زن هست و در واقع زن باید اثبات کند که مرد توانایی مالی پرداخت بیشتر از 110 سکه را دارد. در غیر این صورت همون 110 سکه را باید پرداخت کند. خب چه زمانی زن میتواند درخواست پرداخت مهریه را بکند؟ طبق قانون مدنی 1084 اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمانی، حتی در زمانی که در حال زندگی با شوهر خودش هست، میتونه درخواست پرداخت مهریه را بکند. و طبق قانون 1085 قانون مدنی اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، بستگی به توانایی پرداخت توسط شوهر دارد و زن یا زوجه زمانی میتواند درخواست پرداخت مهریه را بنماید که توانایی مالی مرد بتواند پرداخت کند.